نمیتونیم بگیم نیست. بالاخره ارتباط با اجنه و مسائل ماورایی حدود 20 سال پیش بود که سازمان سیا تعدادی از این مرتازای هندی برزیلی این ور اون ور رو جمع کرده، یه کارایی کردند و اینها. و قرآن هم به هر حال دشمنان جن و انس رو در سپاه باطل تبیین کرده. نمونه‌ش هم در تاریخ در مورد دوران حضرت سلیمان سلام الله علیه داریم. یعنی شما فکر استفاده میشه توی جنگ؟ نمیشه قاطع گفت. ببینید این چیزی نیست که بشه قاطع گفت و همونطور که شما، حالا این بحث البته شاید جاش خیلی اینجا نباشه، همین که شما از جن کافر حرف میزنید، خود جن مؤمن هم هست، یعنی میتونه طرفینی باشه. و نه، ما ماورایی نبینیم قصه را. به نظر من میاد که دنیا طلبی، طمع و فاصله گرفتن از فضائل اخلاقی در بعضی از خواص میتونه کار اون جن رو انجام بده. خود چه لزومی داره آدم بره جن استخدام بکنه؟ از منطقی به نظر نمیرسه. گرچه به لحاظ عقلی این امکان وجود داره ولی اصلا منطقی نداره. وقتی آدم هایی هستن میتونن همه چیزو بفروشن، خب شما چرا بری سراغ جن؟ حضرت علی پاسخ ایران رو به رژیم صهیونیستی چقدر موثر میدونید؟ بسیار. ببینید وعده صادق چه اول چه دوم باید ببینید ثمراتش چیه. تایید حضرت علی، من معتقدم که هنوز ما اون جوابی رو ندادیم که در سطح خودمون باشه. متوجهید؟ بله. ما جواب در سطح خودمون هنوز ندادیم. سطح ما خیلی بالاتر از این حرف هاست. در واقع سیلی ایران زد جمهوری اسلامی، اما این سیلی مصداق بارز آیه شریفه اذا جاء نصر الله و الفتح. وقتی میفهمه اذا جاء نصر الله و الفتح، این نصر الهی و فتحیه که خدا انفتاح ایجاد کرد. ببینید این فتح یه انفتاح در جهان اسلام ایجاد کرد، یه انفتاح در نگاه دنیا به صهیونیسم بین الملل ایجاد کرد و از اون طرف اقتدار نظام. البته از وعده صادق دو مهمتر نماز جمعه حضرت آقا بود. یعنی تأثیر این نماز جمعه از دیدگاه شما مهمترین پیامش این بود کسی که به خدا تکیه داده هیچ ابرقدرتی جز خدا نمیشناسه. در زمان دفاع مقدس یه وقت خبرنگاری به